پیمان نظامی اتلانتیک شمالی روسیه را در پایمال کردن تمامیت ارضی اوکراین و قانون‌های بین‌المللی ایبدار کرد. ما سالیان زیاد با روسیه همکاری‌های استراتژیکی بنیاد می‌کردیم. شما می‌دانید که میان ناتو و روسیه سال 1997 عهدنامه همکاری امضا شد و ما این شریکی را بر پایه همکاری‌های سودمند و هدف‌های مشترک به خاطر اروپای واحد و آزاد و صلح‌آمیز به راه ماندیم. همکاری‌های خود را با روسیه رونق می‌دادیم، ولی سیاست همکاری و شریکی ما با روسیه نتیجه نداد. متأسفانه عملکرد روسیه در اوکراین قانون‌های بین‌المللی را پایمال کرد. آنها پیش از همه آیین‌نامه سازمان ملل را پایمال کردند. همان عهدنامه همکاری که با ما امضا کرده بودند آن را پایمال کردند و عموماً پرینسیپ نظام امنیتی جهان را بعد جنگ سرد ویران کردند. متاسفانه ما می‌بینیم که روسیه نمی‌خواهد سمت‌گیری‌هایش را تغییر دهد. شهادت این در خشونت‌های اخیر در شرق اوکراین میباشد. ما همه‌جانبه سازش‌های در مینسک حاصل شده را پشتیبانی می‌کنیم. از روسیه و همه جانب‌های شرکت‌دار مذاکرات دعوت می‌کنیم با عهده‌داری‌های خود پایبند باشند. می‌خواهم باز تاکید کنم که همکاری‌های عملی ناتو با روسیه باز داشته شده است، ولی ارتباطات سیاسی همکاری‌های ناتو و روسیه باز است. مکالمه ادامه می‌کند و باید هم ادامه یابد. которые были представлены в этом процессе, соблюдать свои обязательства в этом контексте. این نکته از زبان نماینده ناتو در آسیای مرکزی الکساندر وینیکوف صدا داد که در یک نشست مطبوعاتی در سفارت آلمان در دوشنبه صحبت میکرد. سفارت آلمان در سالهای 2015-2016 مسئولیت اجرای وکالت‌های سفارت ناتو در تاجیکستان را به دوش میگیرد. الکساندر وینیکوف از روابط ناتو با کشورهای آسیای مرکزی ستایش کرد و گفت این همکاری به مرحله نو وارد شده است. شرکت‌دار دیگر این نشست سفیر آلمان در تاجیکستان درباره وجود خطرهای احتمالی امنیتی به منطقه حرف زد. هولگر گرن گفت تجربه سوریه و عراق نشان می‌دهد که وجود تهدیدهای امنیتی پابرجاست و می‌تواند دراز مدت باقی بماند. این نخستین نشست مقامات ناتو در تاجیکستان در پس منظر خشونت‌های اوکراین و سوریه و عراق میباشد.